چرا داد میزنی پدرس؟ سلام، اسم من حسینه. توی این ویدیو قراره با هم آموزش واترمارک زدن روی ویدیو رو با هم آموزش ببینیم. اگر به این حوزه علاقه‌مند هستین کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو بزنید که به محض اینکه من ویدیو گذاشتم یوتیوب بهتون اطلاع بده. پیج اینستاگرام من و کانال تلگرامم روی صفحه میاد، اگر دوست داشته باشین دنبال کنید. روش اولی که من استفاده میکنم و خیلی برای کارفرماها استفاده میکنم و دوست دارن با کمک فتوشاپ هست. بذار فتوشاپ رو باز کنیم، اونجا من کامل بهتون توضیح بدم. خب وارد فتوشاپ میشیم، ابزار تکست رو برمیداریم. قبل از اینکه چیزی بنویسیم اول میریم رنگش رو انتخاب کنیم. از این گزینه من میام وسط چینش میکنم، بعدش میام سایزش رو یه مقدار بزرگتر کنم که ببینم چی میخوام بنویسم و یه چیزی به دلخواه خودمون مینویسیم. مثلا من الان مینویسم حسین. حالا سلکتش میکنم، میرم از این قسمت میرم فونتش رو تغییر میدم. من فونت کلمه رو انتخاب میکنم با وزن لایت. خب از این قسمت من میرم یه مقدار بین حروفش و فاصلش رو بیشتر میکنم. حالا دیگه سایز بزرگ دیگه نیاز ندارم، یه مقداری که سایزش کوچیک‌تر میکنم و میرم جایگزینش میکنم. اینجا ما به یه فایلی نیاز داریم که من اون رو توی کانال تلگرامم گذاشتم. خب همینجوری که میبینید صفحه مشکیه، یعنی اون فایل که وارد فتوشاپ کردم مشکیه. چجوری؟ حالا رنگش رو تغییر بدیم. دوبار کلیک میکنیم روی اون لایه، کالر اوورلی رو انتخاب میکنیم. از این قسمت خیلی راحت میتونیم رنگش رو تغییر بدیم. حالا متناسب با اون متنی که داریم میتونیم تغییرش بدیم. حالا کنترل تی رو میگیرم و یه مقداری سایزش رو کوچیک میکنم که هم اندازه متنی که نوشتم بشه. بچه‌ها من این آیکون رو توی کانال تلگرام گذاشتم، یه مقداری سایزش رو درست میکنم که دقیقاً اندازه همون باشه. حالا شیفت رو نگه میدارم و لایه اولی که لایه آیکون اینستاگرام هستش و لایه دومی که متنمون هستش اونا رو نگه میدارم. حالا کنترل جی میزنم که توی گروه برن. حالا با استفاده از کنترل ای میام از این دوتا گزینه جاشو تغییر میدم که وسط قرار بگیره. حالا لایه بک‌گراند مشکی چشمشو خاموش میکنم. شما میتونید کلا حذفش هم کنید. آلت و کنترل و شیفت و دبلیو رو با هم میگیرم. اینجا محل ذخیره سازیش رو انتخاب میکنم. حالا با استفاده از پریمیر میریم ویدیوی خودمو میارم توی تایملاین و اون فایلی که تازه ذخیره کردم و باز میارم توی تایملاین و میذارم بالای لایه ویدیو اصلی. حالا میرم توی کنترل افکت و از این قسمت میتونم جهتش رو تغییر بدم. میتونیم عمودی یا افقیش کنیم، ولی خب از این قسمت میتونیم اسکیلش رو بیشتر یا کوچیک‌تر کنیم و از این قسمت پوزیشن میتونیم جایگاهش رو تغییر بدیم. کاری که من همیشه انجام میدم اینه که همیشه این لایه رو میذارم روی حالت اوورلی. این بلندینگ مودش رو همیشه میذارم روی اوورلی. روش دوم که خودم به شخصی روی ویدیوهای اینستاگرامم و ویدیوهای یوتیوبم استفاده میکنم همین انیمیشن هایی هستند که اینجا مشاهده میکنید. من فایل های این انیمیشن رو میذارم توی کانال تلگرامم که خیلی راحت میتونیم توی پریمیر یا توی نرم افزارهای ادیت موبایلی خیلی راحت میتونیم اسما و عکس های پروفایل رو جایگزین کنیم و روی ویدیومون استفاده کنیم. بریم توی پریمیر که آموزشش رو با هم داشته باشیم. میان این فایل رو درگ میکنیم توی تایملاینتون. همینجوری که پلی میکنم من، همینجوری که میبینید اون انیمیشن وارد تایملاین من شده و روی ویدیوم قرار گرفته. چجوری حالا میتونیم اون اسمش رو تغییر بدیم؟ وارد پنجره تکست میشیم و متن سومی رو انتخاب میکنیم، یعنی دوباره روش کلیک میکنیم که سلکت کنه. حالا اینجا ما میتونیم آیدی پیجمون یا آیدی کانال یوتیوبمون رو بنویسیم. بعد از اینکه نوشتیم آیدی کانال من اینجا اومد. حالا چجوری میتونیم عکس پروفایل بهش اضافه کنیم؟ اول وارد پنجره پراجکت میشیم، دوبار کلیک میکنیم، عکس مد نظرمون رو انتخاب میکنیم به عنوان عکس پروفایل. توی این مرحله باید چیکار کنیم؟ اگر عکس پروفایلمون رو بالای همه لایه ها قرار بدیم کلا کارمون اشتباهه. این لایه رو اول آلت رو نگه میداریم و اینو درگ میکنیم به سمت بالا. توی این مرحله اون عکسمون رو درگ میکنیم میندازیم توی تایملاین. برای اینکه عکسمون رو سایزش رو کوچیک یا بزرگ کنیم میریم توی پنجره کنترل اف و اول اسکیلش رو کم
میکنیم که به این حالت در بیاد و با استفاده از پوزیشن یه مقداری اون رو میاریم به سمت چپ. روی این گزینه ضربه میزنیم و یکی از این اعداد رو انتخاب میکنیم که اون صف همون بزرگتر بشه که بتونیم کارمون راحت‌تر و دقیق‌تر انجام بدیم. همینجوری که میبینید اون عکس هم توی جایگاه درستش نیست. حالا با استفاده از پوزیشن یه مقداری میاریمش به سمت راست. ویدیو رو میاریم جلوتر تا اونجایی که داره محو میشه. دیگه اونجا اون عکسمون رو کات میکنیم، کلا حذفش میکنیم به این صورت. حالا ویدیومون رو ببینید. حالا برای اینکه هر دفعه ما نخواهیم همچین کاری کنیم، هی بریم توی پوزیشن، هی تغییرش بدیم، اسکیلش رو تغییر بدیم، همه اینا رو وارد کنیم، چی کار میکنیم؟ خب اول لایه ویدیومون رو حذف میکنیم که بتونیم همچین کاری کنیم. لایه ویدیو اصلی رو حذف میکنیم و میریم از پنجره پراجکت از این گزینه نیو آیتم کالر میت رو انتخاب میکنیم. یه بار ضربه میزنیم. حالا اینجا ازمون میخواد که ابعاد ویدیومون رو انتخاب کنیم. حالا اینجا ازمون میخواد که رنگش رو انتخاب کنیم. 100% رنگش رو سبز کنیم. حالا این رنگ سبز رو میاریم میندازیم روی پایین ترین لایه ویدیو، یعنی همین جایی که من گذاشتم. همینجوری که میبینید رنگش سبز شد بک‌گراندمون و همون سبزی که دلمون میخواد. حالا برای اینکه اون رنگ سبز رو حذف کنیم باید چیکار کنیم؟ وارد پنجره افکت میشیم، اولترا کی رو سرچ میکنیم. همین افکت اولترا کی رو میندازیم روی اون ویدیوی مد نظرمون، همون لایه سبزیه که ما درست کردیم. بذاریم رنگش رو تغییر بدم که درست متوجه بشه. این رنگش رو بنفش کرد. حالا میریم توی پنجره کنترل افکت. این بیلبیلک رو یه بار ضربه میزنیم، یه بار روی اون رنگ سبز کلیک میکنیم که اون رنگ سبز کامل از بین بره. یادتون نره که هر هفته ویدیوهای آموزشی ادیت توی این کانال قرار میگیره. اگر به این حوزه علاقه‌مند هستین کانال من سابسکرایب کنین و توی کامنت ها بهم بگید که چه آموزشی براتون بذارم.